سلام، ممنونم. میشه انونیموس کریپتو امروز اومدیم با تحلیل بلند مدت بیت کوین که با یه سری دیتاهای بسیار مهم و نواحی مهم و همچنین سناریوهای مختلف رو بهتون بدم. با هم بریم در ادامه این تحلیل بسیار مهم رو داشته باشیم. خب رفقا، اول از پایانمون شروع میکنیم ببینیم چه دیتاهایی رو به ما قراره بده. خب همونطوری که می‌بینیم ما بعد از 3 تا کندل سبز یه اصلاحی داشتیم در گذشته مارکت و الان هم بعد از 3 تا کندل سبز 1 ماه و 21 روز آینده بسیار 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 تاکید میکنم میتونه سرنوشت ساز باشه، میتونه خیلی سرنوشت ساز باشه. میتونیم یه بالای دیگه بزنیم، بهتون تارگت میدم داخل روزانه، حتما تا آخر ویدیو رو نگاه بکنین. بهتون تارگت میدم. میتونم از همینجا ریجکت بخوره که تو تایم های پایین تر حتما اعلام میکنم از کدوم نواحی میتونه ریجکت بخوره به سمت پایین. پس این 1 ماه و 21 روز آینده رو پای چارت باشین، کاملا حواستون به چارت باشه. و اینکه این دیتای مهمی که ما داریم بعد 3 تا کندل سبز یه قرمز داریم، امکان داره طبق گذشته مارکت ما سال 2026 رو با اصلاحیه شروع کنیم. خب بریم برای ماهانه. اول از همه کندلا رو با هم بررسی میکنیم. مهمترین دیتای بازار همین کندلا با ما میدن، اندیکاتور رو فقط تاییدیه با ما میدن. خب اول از موجا بررسی میکنیم. یه موج 180 درصدی، موج 80 درصدی که تقریبا نصف شده طبق موج قبلی اون. یه موج 52 درصدی که اونم یه جورایی نصف شده که ضعف روند محسوسی رو ما داریم تو این 3 تا موج میبینیم طبق سایت های سعودی که داشتیم، همینطوری نصف شده. و اینکه اصلاح های عمیق‌تر با کندل های بزرگتر و حجم های بیشتر داریم. همونطوری که اینجا میبینیم حجم شروع اصلاحمون بالا بوده. خب بریم، اینجا هم یک کندل ستاپ داشتیم. کندل ستاپ کندلیه که به ما تاییدیه نزول رو میده و اینجا قدرت فاحش فروشنده رو میبینیم با شدویی که زده. یعنی که کندل قرمزی که حالا 19 روز و 4 ساعت مونده، ولی خب کندل قرمزی که بعدش زده. خب بریم آرسایمون هم یه نگاهی بندازیم. آرسایمون هم 3 بار اومده تو محدوده اووربای که کاملا مشخصه بازار داره هشدار میده آقا من میخوام یه اصلاحی داشته باشم، برگردم به این کف، بیام باز این کف رو بگیرم، بیام این نقطه خالی رو پر بکنم، باز به این برسم. کاملا مشخصه، اصلا نیاز به توضیح اضافه ای نیست. و اینکه بریم حجم هم نگاه بکنیم. حجم خیلی دیتای مهمی توشه و بهتون نشون بدم. خب تو این لول می‌بینیم که افزایش حجم داشتیم و موقع اصلاح طبیعی بوده حجم و اینکه بازم اینجا یه افزایش حجم داشتیم، اما در موج بعدی کاهش حجم محسوسی رو داریم مشاهده میکنیم و حضور فروشنده با حجم بالا که اومده قشنگ
چند تا کندل قبلی حجماشو خورده هستن. خب اینم از حجممون. بریم هفتگی هم نگاه بکنیم. بازم از کندلا شروع میکنیم. اینجا یه دیتای خیلی مهمی داریم. این ناحیه رو ببینید. این ناحیه 119,000 اومده با یک کندل سبز اینجا رو شکونده، با یک کندل قرمز زده شده تو سرش. فیک بریک اوت. آقا این کندل فیک بریک اوت شده، شکست ما فیک بریک اوت شده. یعنی اینکه آقا هیچ کس دوست نداره قیمت از اینجا بیشتر بالا بره و فروشنده هم اومدن بازار رو خرسی کردن آقا و ادامه ریزش. و اینکه آقا ما تاییدی ریزشمون رو از یه چیز دیگه هم داریم میگیریم. شکست خط زرد SMA مون که اومده خط آبیمون رو شکسته. این متحرک کوتاه مدتمون، این متحرک میان مدتمون. متحرک کوتاه مدت وقتی بیاد از بالا متحرک میان مدتمون رو بشکنه، تاییدیه برای ادامه نزوله. و اینکه ما متحرک بلند مدتمون رو داریم اینجا، کارش ایجاد جاذبه است. یعنی اینکه قیمت دور بشه، قیمت رو به خودش نزدیک بکنه، قیمت دور بشه، قیمت رو با خودش نزدیک بکنه، که میبینیم داره خیلی خوب قیمت رو پایین میکشه. این جاذبهش. و اینکه ما اگه اینجا رو نگاه بکنیم، اصلا ضعف روند خیلی محسوسه اینجا. 1 2 3 4 5 6 7 تا کندل سبز، 1 2 3، بعد بازار شت و زدن کف. اینجا اومده باز یه سقفی رو تشکیل داده، زرت با یه فیک بریک اوت اومده کف قبلی هم شکسته. و اینا نشونه اصلاح دیگه، نشونه اصلاحه. این بازار داره وارد اصلاح میشه. حجممون هم اگه نگاه بکنین، این کندل اومده اینجا رو شکونده با یه حجم بالایی فیک بریک اوت شده. و اینکه حجم فروشنده اون خیلی بیشتره، خیلی بیشتره و حجم فروشنده خیلی بیشتره. و اینکه آرسایمون هم داره میره همینطوری به محدوده اوورسلمون نزدیک میشه، که این محدوده رو من بعید بدونم باز ریجکت بخوره اگه برسه بهش، بره بالا. 3 بار تست شده، فکر نکنم دیگه ریجکت بخوره. اما خب اگرم ریجکت بخوره، تارگتش رو بهتون میدم حتما و بهتون میگم در چه صورتی این اتفاق میفته. و اینکه یک حمایت خیلی مهمی هم که ما پیش رو داریم همین 100,000 از دست بره آلت سیزن بای بای. یعنی ویترانمون تمام شده به نوعی. و اینکه یک حمایت مهمی که بعد از اینجا هم داریم یکی 93,000 که من بعید بدونم بعد از دست رفتن 100,000 بخوایم از 93,000 ریجکت بخوریم. بعیده، چون که اینجا ناحیه خیلی قوی تریه، هم از لحاظ بار روانی، هم که از لحاظ اوردرهایی که اینجا وجود داره. خب بریم تحلیل روزانه. و اینکه اینجا بهتون تارگت میدم، اینجا اونجایی که باید بهتون تارگت بدم. خب متحرک میان مدتمون مثل مقاومت عمل کرده و خیلی خوب ریجکت خورده، یه ریجکت تمیز خورده، اومده تستش کرده، تست کرده. و اینکه میبینی که بعد هر برخورد بهش حداقل 2 کندل قرمز زده. اینجا 1 2 3 4 تا کندل قرمز زده. میبینین که
متحرک میان مدتمون چطوری مثل مقاومت عمل کرده و ممکن هم مثل حمایت عمل کنن در بازار سعودی. البته مثل این نقطه این هم یه نکته ای که باید راجع به SMA بدونید بالاخره. و اینکه شکل کندلامون این هم اصلاح این روند بود. میبینید چطوری ریجکت خورده با یه کندل قرمز. و اینکه در این سایکل نزولی که داریم چه افزایش حجمی داشتیم برای فروشنده ها، چه افزایش حجمی داشتیم. اینکه این 100,000 رو میبینیم که زیاد نتونسته قیمت رو بکشه بالا و اینکه امکان بریک اینجا هست. امکان بریک هست. اگر اینجا دست بره امید بعدی ما همون 93,000 94,000 اینجا هم دست بره دیگه باید برای یه بیت کوین 35,000 آماده باشیم. باید آمادگیشو داشته باشیم. خب اینجا هم خط و خطوط رو براتون باز بکنم. یه کانالم اینجا داریم که الان تقریبا به خط روندم برخورد کردیم و یه پول بک زدیم و اینکه این کندل قرمز الان زدیم دوره حمله میکنه به سمت همین ناحیه 100,000 که خیلی مهمه. یعنی همه چیز داره اینو به ما نشون میده آقا مارکت آماده ریزشه. مارکت میخواد اصلاح بده. مارکت آماده ریزشه. و اینکه اگر ما بالایی بزنیم بیاد اینجا رو یه بار دیگه تست بکنم بره 135,000 بیاد اینجا 135,000 طبق درصدی که تو سایکلای سعودی بهتون گفتم 35,000 میتونه ناحیه بعدیمون باشه در صورت اینکه اینجا رو با یه حجم خوب دقت کنیم با یه حجم خوب با یه کندل ستاپ قشنگ بیاد ریجکت بکنه بره رو بالا. در این صورتی که اتفاق میفته و اینکه این ناحیه هم از دست دادیم هم اومده به اون ناحیه پول بک زده ناحیه 106,000 هم اومده به اون ناحیه پول بک زده هم اومده به اسم یه من پول بک زده. کاملا واضحه بشینیم فکر بکنیم بشینیم خودتون هم چارتو نگاه بکنین طبق دیتاهایی که من بهتون دادم تارگت گذاری بکنین سناریو نویسی بکنین بشینیم با خودتون هندل بکنین همه چی رو یه تعصبی نداشته باشیم به مارکت بگین آره آقا ما از 25,000 پاش شدیم اومدیم از 2,000 نباید اصلاح داشته باشیم. اصلاح ممکنه داشته باشیم بهتون گفتم چیزایی که دیدیم و بهتون گفتم اما دیتاهایی که داشتیم و بهتون گفتم ممکنه اصلاح داشته باشیم خب رفقا مرسی که تا اینجای ویدیو همراه ما بودین. لایک فراموش نشه سابسکرایب فراموش نشه کامنت هم بذارین بابت بک‌گراند و پشتمونم عذر میخوام همه چیز رو مرور درست میشه کیفیت ویدیو ها میره بالاتر ادیت ها بهتر میشه ما فعلا تازه کاریم و اینکه خیلی خوشحال میشم ما رو دنبال بکنیم و تو این مسیر پیشرفتمون دخیل باشیم تا دیداری دیگر بدرود.